مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگویند که یک جادوگر مشهور را در ناحیه 13 شهر کابل دستگیر کردند و می‌افزایند که این فرد علاوه بر جادوگری به فساد اخلاقی نیز متهم است. زید تثبیت څخه وروسته مو لاس په کار شولو، ساحه کې عملیات وکړل، سړی مو لاس په لاس باندې ګیر کړله. د سره ټول ثبوتونه مو ګیر کړي دي، کوم سحرونه شیان چې کړي د دې په څنګ کې د کس نور څه نامشروع او فساد اخلاقی اعمال هم ترسره کړي دي. همزمان جادوگر بازداشت شده در اعترافاتش میگوید که از کرده خود پشیمان است و از سایر جادوگران میخواهد که از جادوگری خودداری کنند. ما از کردار خود پشیمان هستم، توبه میکنم که دیگر در آینده هر کسی که در امی کار آغشته است همزی دست بردار شوند. در عین حال شهروندان کشور جادوگران را عامل تفرقه اندازی میان خانواده ها می دانند و از بازداشت آنها توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر استقبال می کنند. شهریای ما هیچ وقت پیش تعویض نویسا و جادوگرا و اینا نروند. اینا کلش برای مفاد خود مردم را گپ میتن و مردم را از همدیگر دور میکنه و خانواده ها را از هم میپاشانه. یا بسیار دور باید باشند به خاطر که بسیار فاسق هستند. دیگه از امر بالمعروف بسیار تشکری میکنیم که این مردم ها را گرفتار میکنه و ما را از شر از این مردم خلاص میکنه. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی تمام منکرات از جمله جادوگری در سراسر کشور ممنوع اعلان شده است.